مبرویا احمد دانشو زورا خب بوده احمد دانش وقت شکل نامش موندگی های میمونه یادم ها همه طرفات تنجه است. آخر احمد دانش وفات کرده است. چگونه میتواند که از عهده این کار برآید؟ و باوری دارم که در تاجیکستان شاید کان چنین متخصصان با مانند احمد دانش یابند و متاسفانه احمد دانش خود وفات کرده است. دیروز وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احمد دانش سفیر تاجیکستان در سن پترزبورگ تعیین کرد. به نظرتون همین آدم از عهده سفیری پسال بودن در سن پترزبورگ میبراید یا نه؟ بله میبراید. به چه خاطر؟ احمد دانش اولا اینکه شاعر بودن و یک کس وفات کردن، از این سبب من میتونم